مغزت مثل یه عضله است. هرچی بیشتر تمرینش بدی قوی‌تر میشه. حالا میخوام 4 تا تمرین خیلی ساده بهت نشون بدم که فقط با چند دقیقه در روز تمرکز، حافظه و سرعت ذهنتو میبره بالا. این تمرینا خسته کننده نیستن. برعکس یه جور چالش‌های باحالن که مطمئنم میخوای امتحانشون کنی. اگه آماده‌ای که سطح مغزتو ببری بالا، بزن بریم سراغ تمرین اول. تمرین اول، جدول شلته برای تمرین سرعت و تمرکز. این اولین تمرین تست سرعت با جدول شلته است. به این جدول نگاه کن. شماره‌های 1 تا 25 قاطی پاتی چیده شدن. مأموریتت اینه که اعدادو از 1 تا 25 به ترتیب و هر چه سریعتر پیدا و لمس کنی. از 1 شروع کن، بعد برو 2، بعد 3 و تا 25. خودتو به چالش بکش و سعی کن زیر 30 ثانیه انجامش بدی. اگه اولش نتونستی نگران نشو. بیشتر آدما تو اولین تلاششون بالای 1 دقیقه طول میکشه. ولی یه نکته مهم اینجاست. فقط با 5 دقیقه تمرین تمرکز در روز، قدرت اسکن و سرعت پردازش مغزت به طرز عجیبی بهتر میشه. همین الان توی گوشیت سرچ کن شلته تیبل و امتحانش کن. تمرین دوم، چالش چشم بسته برای تقویت حافظه و آگاهی. این بار قراره یک کار ساده رو بدون نگاه کردن انجام بدی. میدونم عجیب به نظر میاد، ولی به هم اعتماد کن و این 3 کار رو انجام بده. اسم خودتو روی کاغذ بنویس، یه دایره ساده بکش یا اسمتو توی گوشی تایپ کن. همه اینا رو بدون نگاه کردن انجام بده. همینجا ویدیو رو نگه دار و امتحان کن. من صبر میکنم. خب سخت بود نه؟ خیلی احتمال داره اولین بار خطی یا کج و کله در بیاد و این کاملا طبیعیه. وقتی بینایی تو میگیری، مغزت مجبور میشه مسیرهای جدید بسازه. همین باعث میشه آگاهی فضایی، حافظه عضلانی و قدرت یادآوریت قوی تر بشه. فقط روزی 2 دقیقه انجامش بده و خودت میبینی که توی همه چی بهتر میشی. از یاد گرفتن جای وسایل گرفته تا اطلاعات امتحان و حتی هماهنگی چشم و دست. این تمرین واقعا مثل باشگاه رفتن برای مغزه. تمرین سوم، قوی کردن دست غیر غالب برای انعطاف پذیری و هماهنگی مغز. اینجاست که بازی عوض میشه. از الان یه سری کارهای روزمره رو با دست مخالف انجام بده. اگه راست دستی، با دست چپ مسواک بزن، یادداشت بنویس، حتی با گوشیت کار کن. و برای چپ دستا برعکسه. اولش عجیب و اعصاب خورد کنه، انگار دوباره داری راه رفتن یاد میگیری. اما علم میگه استفاده از دست غیر غالب باعث ساختن ارتباطات جدید بین نیمکره‌های مغز میشه، مثل ساختن بزرگراه توی مغزت. اگه مخالفی، همین الان امتحانش کن. حتی اگه شده فقط لایک یا کامنت گذاشتن. حس کن چقدر تمرکز لازم داره. همین سختی باعث میشه مغزت قوی تر بشه. و اگه قبلا با دست غیر غالب تمرین کرده باشی، میدونی که بعد یه مدت آسون میشه، چون تمرینشو کردی. فقط کافیه یه هفته هر روز انجامش بدی تا ببینی هماهنگیت بهتر شده، سرعت فکرت بالا میره، حل مسئلت قوی تر میشه و مغزت منعطف‌تر و قدرتمندتر میشه. تمرین چهارم، چالش رنگ و کلمه، اثر استروپ برای تمرکز لیزری. آخرین تمرین یه جور بازی کردن با ذهنته. تو داری یه کلمه میبینی، اما رنگی که کلمه باهاش نوشته شده چیز دیگه ایه. کارت اینه که رنگو بگی، نه کلمه رو. مثلا اگه کلمه قرمز با رنگ آبی نوشته شده، تو باید بگی آبی. ساده است. خب همین الان تستش کنیم. آماده ای؟ شروع. میبینی؟ مغزت ناخودآگاه میخواد کلمه رو بخونه، ولی تو باید جلوی این کارو بگیری و روی رنگ تمرکز کنی. این همون اثر معروف استروپه و مرکز کنترل مغزتو تمرین میده. این تمرین باعث میشه بتونی تمرکزتو هدایت کنی، حواس پرتی‌ها رو نادیده بگیری و بین کارا سریع سویچ کنی. فقط روزی 3 دقیقه تمرینش کنی، تمرکزت میشه مثل لیزر. چه درس خوندن باشه، چه بازی کردن یا هر کاری که تمرکز بالا میخواد.
خب اینا همون 4 تا تمرینیه که میتونی باهاشون قدرت ذهنی تو تقویت کنی. جدول شولتزه برای پردازش سریعتر، کارای چشم بسته برای حافظه قوی‌تر، استفاده از دست غیر غالب برای هماهنگی بهتر و چالش رنگ و کلمه برای تمرکز لیزری. فقط یکی از اینا رو انتخاب کن و امروز 5 دقیقه امتحانش کن. حالا بگو کدومشو بیشتر دوست داشتی؟